و تذکر قولتی لک بعد حین اذا حقا بها یوما عملت. ای ابوبکر، ای فرزندم، این سخنهای مرا بعد گذشتن مدت تو به خاطر می آوری. اگر به این نصیحت های من عمل کنی، نتیجه علم و نتیجه عمل را در حیاتت می بینی و این نصیحت مرا به خاطرت می آوری. لیکن اگر همین کار را نکردی، لسوف تعظ من ندم علیها. اگر تو فرصت حیات خود را غنیمت ندانی، لسوف تعظ من ندم علیها و ما تغنی الندامة ان ندمت. زود است که انگشت ندامت میگزی، پشیمانی، انگشت پشیمانی میگزی. تعظ گزیدن، من ندم علیها، زود است که میگزی از سبب پشیمانی، یعنی دست خود را میگزی، انگشتان خود را میگزی. و ما تغنی الندامة ان ندمت، لیکن در آن حالت الله که پشیمانی فایده نمیدهد. الله تعالی هم در قرآن مسئله پشیمانی را با گزیدن مثال آورده است. بنابراین اینها همه شاعرها از سخن الله تعالی گرفتن. الله تعالی میگه که و یوم یعض الظالم علی یدیه، روز قیامت روزی است که ظالم دو دست خود را میگزد. الله تعالی انگشت نگفت، دست گفت. دو دست خود را میگزد. میقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میگوید که ای کاش که من در دنیا همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشدم، همراهی ابی بن کعب و همراهی ابو جهل نمیشدم. کاش در دنیا همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشدم. گفته دست میگزیده است. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی را برای خود دوست نمیگرفتم در دنیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، در حقیقت او مرا گمراه کرد. اکثر یکی از سببهای گمراه شوی مردم این یار و دوستان و هم نفسانشان است، شریکهایشان است، دوستانشان است که آنها را به گمراهی دعوت میکنن، به گناه دعوت میکنن. بنابراین شاعری فارس هم میگوید که هر کس که نصیحت ز عزیزان نکند گوش، بسیار بخواید سری انگشتی ندامت. یعنی نصیحتی بزرگا کسی نمیگیرد، بعد انگشتی ندامت میخواید، میگزد.